خب با خطرناکترین قاچاقچیان تهران هستیم. حسن خلاف. اسم چی بود؟ حسن خلاف. جرم چی بود؟ فروش مواد. دیگه چی؟ قاچاق دزدی. کجا این کارو میکردی؟ چه شارع؟ برای کجا؟ چهارراه کجا؟ افغانستانه. دفعه زاهدان. حکمت چیه؟ 20 ساله. 70 ساله. همدست هم داشتی؟ الان کجان؟ بوشه. زندون ابخانه میخورم. تو که اینقدر حرفی چطور گرفتنت؟ ما کرمان بودیم. تو مهمانی. داشتیم مواد میزدیم که ما رو گرفتن. فکر کنم اعدام هستی. من خیلی نرسم. انشالله که آزاد میشین. فکر نکنم. میتونم بپرسم چرا؟ جاممون سخته. مگه آدم کشتین؟ چنده؟ خب حالا چه احساسی داری؟ به خدا بریشیمونم. خب حالا دیگه عبرت میگیری؟ آره. قیافت خیلی خلافه ها. قیافه خلافی داری. داشته من دیدم حلیم بچه کجایی؟ ها؟ پیدا خیلی آدم باحالی هستی. قابونت ببره. انشالله که آزاد میشی. خدا نمونت بشنوه. هی فکر میکنی آزاد بشی؟ ساعت 2 سوال. خب انقدر دارن صدات میزنن. آره. چرا سعبانه باید برم کجا؟ زندون.